خوشخبر مرقس باب 1. خوشخبر درباره عیسی مسیح که پسر خدا است چنین سر می شود. در کتاب اشعیا پیغمبر سخنان خدا آمدند: من پیشا پیش تو خبررسان خود را می فرستم تا برای آمدنت راه تیار کند. کسی در بیابان فریاد زده می گوید: برای خداوند راه را تیار کنید و آن را راست نمایید. این شخص یحیی بود که او را تعمید دهنده می نامیدند. او به بیابان آمده مردم را نصیحت می کرد. او با آنها می گفت که برای بخشیده شدن گناههایشان باید توبه کرده از گناه دست کشند و در آب تعمید بگیرند که رمزی شسته شدن گناه ها می باشد. مردم تمام سرزمین یهودیه و اهالی شهر اورشلیم نزد یحیی می آمدند. آنها به گناه های خود اقرار می شدند و یحیی آنها را در دریای اردن تعمید می داد. لباس یحیی از پشم شتر، کمربند او از چرم و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. او به مردم اعلان کرده می گفت: بعد از من تواناتر می آید که من حتی سزاوار خم شده کشادن بند پایفزال او نیستم. من شما را با آب تعمید می دهم، ولی او شما را با روح القدس یعنی روح خدا تعمید خواهد داد. روز عیسی از شهر ناصره که در ولایت جلیل بود به نزد یحیی آمد و یحیی او را در دریای اردن تعمید داد. وقتی از آب برآمدند عیسی دید که آسمان گشاده شد و روح القدس به صورت کبوتر پایان فرآمده در بالای وی قرار گرفت. سپس از آسمان آواز صدا داد: تو پسری عزیز من هستی و من از تو خیلی خوشنودم. روح القدس در حال عیسی را به بیابان برد. او در آنجا 40 روز ماند و شیطان او را می آزمود. عیسی در بین حیوانات وحشی بود و فرشتگان به او خدمت می کردند. پس از دستگیر شدن یحیی عیسی به ولایت جلیل آمد و خوشخبری خدا را به مردم اعلان می کرد. او می گفت: وقت فرا رسید و پادشاهی خدا نزدیک است. توبه کرده از گناههایتان روی گردانید و به خوشخبر ایمان آورید. روز هنگامی که عیسی از نزد بحر جلیل می گذشت 2 برادر را دید که ماهیگیر بودند. آنها به بحر تور می انداختند. نام یک شمعون و نام دیگر اندریاس بود. عیسی با آنها گفت: مرا پیروی کنید تا به جای ماهی جمع کردن مردم را به شما آموزم. آنها تورهای خود را در حال پرداخته او را پیروی کردند. کمی دورتر رفته عیسی پسران زبدای را دید که یعقوب و یوحنا نام داشتند. آنها در قایق خود تورهای ماهیگیری را تعمیر می کردند. عیسی در حال آنها را دعوت نمود و آنها پدرشان زبدای را با مردکاران در قایق مانده او را پیروی کردند. سپس آنها به شهر کفرنهم آمده در روز شنبه یعنی روز استراحت به جماعت خانه رفتند. در آنجا عیسی به تعلیم دادن مردم آغاز نمود. مردم از تعلیمات او در حیرت ماندند، زیرا او نه به مانند استادان شریعت بلکه چون شخصی صاحب قدرت آنها را تعلیم میداد. عیناً همان وقت در جماعت خانه مردی که گرفتار روح ناپاک یعنی جن بود فریاد زده گفت: ما را به حالمان گذار. تو به ما چیکار داری ای عیسی ناصری؟ مگر برای نابود کردن ما آمده ای؟ تو را می دانم تو شخصی پاک خدا هستی. ولی عیسی روح ناپاک را سرزنش کرده فرمود: خاموش شو و از وی بیرون برو.
روح ناپاک مرد را به زمین افکند، با آوازی بلند فریاد زد و از وی بیرون شد. همه به حیرت افتادند و به یکدیگر می گفتند این چه تعلیمات نو و با قدرت است؟ او حتی به روح‌های ناپاک امر می دهد و آنها به وی اطاعت می کنند. آوازه عیسی زود در تمام ولایت جلیل پهن شد. همین که عیسی از جماعت خانه برآمد، با همراهی یعقوب و یوحنا به خانه شمعون و اندریاس رفت. وقتی که به آنجا رسیدند، به عیسی زود گفتند که خوشدامن شمعون با تبی بلند در بستر خوابیده است. وی نزد زن آمد و از دستش گرفته او را برخیزاند. تبی زن پست شد و او به مهمان نوازی آنها مشغول شد. آن بیگاه هنگام نشست آفتاب، آدمان همه بیماران و جن‌زدگان را به نزد عیسی آوردند. تمام اهالی شهر هم در نزد در خانه آنها جمع آمدند. او آدمان زیاد را از کسلی‌های گوناگون شفا داد و بسیار جن‌ها را از درون آدمان بیرون کرد، اما به جن‌ها اجازت گپ زدن را نمی‌داد، چون که آنها کی بودن او را می‌دانستند. سحری بر وقتی که هنوز تاریک بود، عیسی بیرون برآمده به جای بی آدم رفته دعا کرد. شمعون و همراهانش باشند به جستجوی عیسی برآمدند. او را یافته به وی گفتند همه تو را میکوبند. ولی عیسی گفت بیایید به شهر و دهات گرد و اطراف نیز برویم، تا که به مردم آنجا هم خوشخبر را اعلان نمایم، چون که من برای اجرای همین کار آمدم. بعد او به تمام گوشه و کنار ولایت جلیل سفر کرده در جماعت خانه ها خوشخبر را اعلان می کرد و جنها را از آدمان بیرون می راند. روز به نزد عیسی مردی که بیماری پوست داشت آمد. وی به زانو نشسته زاری کرده گفت اگر خواهی می توانی مرا پاک سازی. دل عیسی به حال مرد سوخت و دستش را به وی رسانده گفت البته می خواهم، پاک شو. در حال کسلی مرد نیست شده بدنش پاک گشت. عیسی او را زود جواب داده تاکید کنان گفت در این باره به هیچ کس نگوی، بلکه راست نزد کاهن رفته خود را نشان ده. بعد برای پاک شدن خود چطوری که موسی فرموده است قربانی بکن تا به مردم شهادت گردد. ولی آن مرد بیرون برآمده آشکارا این خبر خوش را پهن می کرد. برای همین عیسی دیگر آزادانه به شهر در آمده نتوانست، بلکه در صحرا ماند. با وجود این مردم از همه جا به نزد او می آمدند. باب 2. پس از چند روز عیسی به شهر کفرنحوم برگشت و آوازه در خانه بودنش زود پهن شد. خانه چنان پر از آدم شد که حتی در نزد در جایی ایستادن نبود. عیسی با آنها کلام خدا را تعلیم می‌داد. همین وقت 4 نفر شل را برداشته نزد عیسی آوردند. ولی از بسیاری مردم به او نزدیک شده نتوانسته بام خانه را از بالای سر عیسی کشادند و شل را یک جایه با جایگاهش پایان فراوردند. عیسی ایمان آنها را دیده به شل گفت پسرم، گناه‌هایت بخشیده شدند. بعضی از استادان شریعتی که در آنجا نشسته بودند از دل خود چنین فکرها می گذراندند چرا او چنین سخنی کفر می گوید؟ غیر از خدا کی گناه ها را بخشیده می تواند؟ عیسی همان لحظه در دلش فکر آنها را فهمیده گفت چرا در دل خود چنین فکرها دارید؟ کدامش آسان تر است؟ به شل گفتن آن که گناه های تو بخشیده شدند یا گفتن آن که برخیز
جایگاهت را برداشته راه گرد. پس من به شما اثبات میکنم که پسر آدمی زاد در روی زمین حق بخشیدن گناه ها را دارد. او به شل گفت: به تو میگویم برخیز، جایگاهت را برداشته به خانه ات رو. آن مرد از جایش خسته زود جایگاهش را جمع کرد و در پیش نظر مردمی که در حیرت مانده بودند راه گشت. همه خدا را ستایش کرده به یکدیگر می گفتند: تا حال مانند این چیز ندیده بودیم. عیسی باز به ساحل بحر رفت. مردم در گرد او جمع آمدند و او آنها را تعلیم می داد. بعد عیسی راهش را دوام داده لیوی پسر حلفای را دید که در جای جمع آوری انداز می نشست. عیسی به وی گفت: از پس من بیا. لیوی برخیست و از پس او روانه شد. وقتی که عیسی با شاگردانش در خانه لیوی طعام می خورد، بسیار اندازگیران و آنهایی که گناهگار حساب می شدند نیز در سر آن دسترخوان بودند، چون که بسیاری ها از پی عیسی می رفتند. بعضی استادان شریعت که از رویه فریسیان بودند عیسی را با گناهکاران و اندازگیران در سر یک دسترخوان دیده و شاگردان او گفتند: چرا او با اندازگیران و گناهکاران خوراک می خورد؟ عیسی این را شنیده به آنها گفت: به طبیب نه آدمان سالم، بلکه بیماران محتاجند. من هم برای آن آمدم که نه نیکوکاران بلکه گناهکاران را دعوت نمایم. در آن ایام هم شاگردان یحیی و هم فریسیان روزه گرفته بودند. بعضی کسان نزد عیسی آمده پرسیدند: چرا شاگردان یحیی و شاگردان فریسیان روزه می دارند و شاگردان تو نه؟ عیسی به آنها گفت: آیا دوستان داماد در توی عروسی هنگامی که داماد با آنهاست روزه می گیرند؟ تا داماد با آنهاست آنها روزه گرفته نمی توانند. ولی وقتی می رسد که داماد از بینشان گرفته می شود و آن روز آنها نیز روزه می گیرند. هیچ کس از متاع نو به لباس کهنه یماق یا پارگی نمی کند، چون که یماق یا پارگی نو از لباس کهنه جدا شده می درد و جای دریده لباس باز هم بدتر می شود. این چنین هیچ کس شراب نو تیار شده را به خلطه چرمین کهنه نمی ریزد، چون که از ترش شدن شراب خلطه دریده هم شراب می ریزد و هم خودی خلطه از کار می براید. بنابراین شراب نو تیار شده را به خلطه نو می ریزند. یک روز شنبه عیسی و شاگردانش از بین کشتزارهای گندم می گذشتند و شاگردان راهروان خوشه های گندم را می کندند. بعضی از فریسیان به عیسی گفتند: چرا آنها کار را می کنند که کردن آن در روز شنبه روا نیست؟ عیسی در جواب گفت: مگر در نوشتجات نخوانده اید که شاه داوود با همراهانش گرسنه مانده از احتیاجمندی چی کار کرده بود؟ وقتی که ابیاتار سرکاهن بود، داوود به خانه خدا در آمده نانی به خدا تقدیم شده را گرفته خورد و به همراهانش نیز داد، حال آنکه از روی شریعت فقط به کاهنان خوردن آن نان ممکن است. باز دوام داد: روز شنبه برای انسان آفریده شده است، نه انسان برای روز شنبه. بنابراین پسر آدمی زاد حتی خواجه روز شنبه است. باب 3. بار دیگر عیسی به جماعت خانه در آمد. در آنجا مردی بود که دستش خشک شده بود. بعضی آدمان عیسی را مشاهده می کردند که آیا آن مرد را در روز شنبه شفا می دهد یا نه،
تا او را عیبدار کرده توانند. عیسی با آن مرد دستش خشک شده گفت اینجا بیا. سپس با آنها گفت به فکر شما در روز شنبه نیکی کردن رواست یا بدی کردن؟ جان کسی را نجات دادن یا نابود کردن؟ اما آنها خاموش بودند. عیسی با غضب با آنها نگاه کرد و از کندفهمی و سرکشیشان غمگین گشت و به آن مرد گفت دستت را دراز کن. وی دستش را دراز کرد و دستش صحت شد. فریسیان از جماعتخانه برآمده زود با طرفداران هیرودوس محاکمه کرده نقشه کشتن عیسی را کشیدند. هنگامی که عیسی با شاگردانش به طرف بحر روانه شد، مردم بسیاری از ولایت جلیل و سرزمین یهودیه، از شهر اورشلیم، اینچنین از سرزمین ادوم اطراف دریای اردن و از سور و سیدون از پس او می رفتند. مردم زیاد درباره کارهای عیسی شنیده در گرد او جمع می آمدند. از سبب بسیاری مردم عیسی به شاگردانش فرمود که برایش قیق تیار کنند تا که آدمان به او فشار نآورند. از بس که عیسی بیماران زیادی را شفا بخشیده بود، همه بیماران از هر طرف او را فشار می دادند تا دستشان به او رسد و شفا یابند. روح‌های ناپاک برابری دیدن او خود را در نزدش به زمین می پرتافتند و فریاد زنان می گفتند تو پسر خدا هستی. ولی عیسی با تأکید قطعی با آنها امر می کرد که درباره او آوازه پهن نکنند. سپس عیسی به کوه برآمده آنهایی را که می خواست به نزدش دعوت کرد و آنها به نزد او آمدند. او از بین آنها 12 نفر را فرستاده نامید و آنها را برای دائما با او بودن و اعلان کردن خوشخبری خدا تعیین نمود. همچنین او با آنها قدرت بیرون کردن جنها را داد. آن 12 نفر اینهایند: شمعون که عیسی او را پتروس می نامید، یعقوب و یوحنا که پسران زبدای بودند و عیسی آنها را پسران رعد می نامید، اندریاس، فیلیپوس و برتلما، متا و توما، یعقوب پسر حلفای و تدا، شمعون وطن دوست و یهودای اسخریوتی که بعدتر به عیسی خیانت می کند. بعد عیسی به خانه رفت. مردم زیاد باز جمع آمده بودند که او و شاگردانش حتی فرصت خوراک خوردن نیافتند. با شنیدن این خبر خویش و تبار عیسی به نزدش آمده خواستند او را با خود برند، زیرا می گفتند که او از عقل بیگانه شده است. گروه از استادان شریعت که از اورشلیم آمده بودند چنین می گفتند: او در خود بەلزبول سردار جنها را دارد و با قدرت وی جنها را بیرون می کند. عیسی آنها را به نزدش دعوت کرده با مثل گفت: چطور شیطان خودش را بیرون کرده می تواند؟ دولتی که در داخل خود از هم جدا شده جنگ می کند استوار نمی ماند. همچنین خانواده‌ای که بین اعضایانش جدایی افتاده است استوار نمی ماند. اگر شیطان بر ضد خودش بجنگد و در خود جدایی داشته باشد استوار نمی ماند بلکه نابود می شود. هیچ کس نمی تواند به خانه شخص پرزور در آمده مال و ملکش را دزدد بغیر از آن که اول دست و پای آن مرد را بندد و آن وقت خانه او را غارت کند. براستی به شما می گویم هر گناهی که انسان می کند و هر سخن کفری که می گوید بخشیده می شود، ولی کسی که بر ضد روح القدس یعنی روح خدا سخن کفر می گوید هرگز بخشیده نمی شود و بار این گناهش تا ابد بر گردنش می ماند. این سخنان را عیسی به خاطر آن گفت که بعضی ها درباره‌اش می گفتند او گرفتار روح ناپاک است. آنگاه مادر و برادران عیسی آمده در بیرون ایستاده شخصی را فرستادند که او را دعوت کند. عیسی در بین مردم نشسته بود
و آنها به او گفتند مادر و برادران و خواهرانت در بیرون ایستادند و تو را میپرسند. او در جواب گفت مادر و برادران من کیستند؟ و به اطرافیانش نگاهی کرد و دوام داد اینها مادر و برادران من هستند. هر کسی که خواست خدا را اجرا می کند برادر، خواهر و مادری من است. باب 4. بار دیگر عیسی در ساحل بحر به مردم تعلیم میداد. از بس که توده توده آدمان در گردش جمع شدند، او به قایق نشست و آدمان باشند در ساحل می ایستادند. او بسیار چیزها را به آنها با مثالها تعلیم داد. او گفت گوش کنید، روز یک دهقان برای کشت کردن به کشتزار می رود. هنگام دانه کاشتنش یک مقداری آن به پیرهن می افتد و پرنده ها آمده آنها را از زمین چیده می خورند. مقدار دیگری آن به زمین سنگلاخ و کم خاک می افتد. از سبب چقور نبودن خاک زمین آن زود می سبزد، ولی با برآمدن آفتاب میسه نوخیز پژمرده شده از سبب ریشه مستحکم نداشتنش خشک می شود. مقدار دیگرش به زمین خاردار می افتد و خارها قد کشیده میسه نو سبزیده را پخش می کنند و نمی گذارند که آن حاصل دهد. لیکن بعضی دانه ها به زمین خوب و حاصل خیز افتاده می سبزد و قد کشیده 30, 60 و 100 برابر زیادتر حاصل می دهد. باز گفت پس هر که گوش دارد بشنود. وقتی که او تنها بود، پیروانش همراه 12 فرستاده از او معنای مثل را پرسیدند. عیسی جواب داد فهمیش سر پادشاهی خدا به شما عطا شده است، ولی برای آنهایی که با ما نیستند همه چیز با مثلها تعلیم داده می شود، تا که آنها با چشمان خود بینند و درک نکنند، با گوشهای خود گوش کنند و نفهمند و به خدا روی نآوردند تا خدا گناههایشان را ببخشد. بعد عیسی از آنها پرسید مگر معنای این مثل را نفهمیدید؟ پس همه مثلهای دیگر را چطور میفهمید؟ دهقان کلام خدا را میکارد. دانه هایی که به پیرهن میافتند آنهایی میباشند که کلام را میشنوند، ولی شیطان زود آمده کلامی در دل آنها کاشته شده را میدزدد. دانه هایی به زمین سنگلاخ افتاده کسانی میباشند که کلام را شنیده در حال با شادی آن را قبول میکنند، ولی از بس که ریشه ندارند مدت کوتاه استوار میایستند. بعد به خاطر آنکه به کلام خدا باور میکنند به دشواری و عذاب دچار شده زود ایمان خود را از دست میدهند. دانه هایی که به زمین خارزار میافتند مانند آن است که بعضی کسان کلام را میشنوند، اما غم و تشویش زندگی، آرزوی بایگری و میل و رغبت به چیزهای دیگر فکر و خیالشان را به خود بند کرده کلام را پخش می نمایند و در نتیجه آنها هیچ حاصل نمی آورند. ولی دانه های به زمین حاصل خیز افتاده کسانی می باشند که کلام را شنیده قبول می کنند و 30, 60 و 100 برابر بیشتر ثمر می آورند. بعد او از آنها پرسید مگر چراغ را برای آن می آورند که زیر ظرف یا کته گذارند؟ آیا آن را به چراغ پایه نمی گذارند؟ همین طور هیچ چیزی پنهان نیست که آشکار نشود و چیزی پوشیده نیست که روشن نگردد. پس هر که گوش دارد بشنود. سخنان را که می شنوید
با دقت ملاحظه نمایید. با کدام سنگی ترازو که برکشید با همان سنگ و حتی زیادتر از آن برای شما برمیکشند. زیرا به هر کسی که چیزی دارد باز داده می شود، لیکن از کسی که هیچ چیز ندارد حتی آن چیزی اندکی که دارد گرفته می شود. عیسی سخنان خود را دوام داده گفت: پادشاهی خدا مانند آن است که شخصی به زمین دانه ها می پاشد و شبها خواب می رود و روزها بیدار می شود. دانه ها باشند سبزیده نشو و نما می یابند، ولی آن شخص نمی داند که دانه ها چگونه سبزیده نشو و نما می یابند، چون که خود زمین دانه ها را می سبزاند. اول دانه سبزیده قد می کشد، بعد خوشه پیدا شده از دانه پر می شود. همین که خوشه ها پخته می رسند، وی با داست می آید چون که موسم حاصل رسیده است. این چنین عیسی گفت: پادشاهی خدا را به چی مقایسه کنیم؟ با کدام مثل آن را شرح دهیم؟ وی مانند تخم خردل است که هنگامی در زمین کاشتن از همه تخمهای روی دنیا میده ترین می باشد، ولی بعد از کاشته شدن کلان می شود و از همه رستنی ها کلانتر می گردد و شاخهایش تا اندازه بلند می شوند که پرنده ها در سایه‌اش لانه می سازند. همین طور به قدری که مردم فهمیده می توانست او کلام خدا را با چنین مثالهای زیاد بیان می کرد. عیسی به مثال با آنها سخن نمی گفت، ولی معنای مثالها را به شاگردانش در تنهایی می فهماند. بیگاهی همان روز او به شاگردانش گفت: بیایید به دیگر طرف بحر می گذریم. سپس آنها مردم را جواب دادند و به قایقی که عیسی در آن نشسته بود سوار شده روانه شدند. چند قایق دیگر نیز همراه او بود. ناگهان طوفانی سخت سر شد. موجها با ضرب به قایق برمیخوردند و عاقبت قایق از آب پر شد. اما عیسی در قفای قایق سرش را به بالشت گذاشته میخوابید. شاگردان او را بیدار کرده گفتند: استاد، مگر پروا نداری که ما هلاک میشویم؟ او از خواب خیست و به شمال فرمان داده به بحر گفت: خاموش شو، آرام باش. همان لحظه باد از وزیدن باز ماند و در همه جا آرامی تام حکم فرما شد. عیسی به شاگردان گفت: چرا اینقدر ترسیدید؟ آیا حالا هم باوری ندارید؟ ولی آنها که به ترس و هراس افتاده بودند به یکدیگر می گفتند: این کیست که حتی شمال و بحر به او اطاعت می کند؟ باب 5. همین طور عیسی و شاگردانش به طرف دیگری بحر به سرزمین جدریان رسیدند. هنگامی به ساحل فرآمدن عیسی، یک شخصی که گرفتار روح ناپاک یعنی جن بود یک باره از قبرستان بیرون برآمده با عیسی روبرو شد. این مرد در قبرستان زندگی میکرد و هیچ کس او را حتی با زنجیر هم بسته نگاه داشته نمی توانست. بارها دست و پایش را با زنجیر و بندها بسته بودند، ولی او زنجیر و بندها را پاره پاره می کرد. کسی برای اداره کردن وی قوت نداشت. او شب و روز دائما در قبرستان و تپه ها داد زده می گشت و خود را با سنگ ها زده مجروح می کرد. وقتی که او عیسی را از دور دید، دوان دوان به نزدش آمده سجده کرد. عیسی به وی فرمان داد: ای روح ناپاک، از این مرد بیرون شو. وی باشد با آوازی بلند فریاد زده گفت: ای عیسی، پسر خدای تعالی، به من چی کار داری؟ از برای خدا مرا عذاب نده. عیسی از او پرسید: نامت چیست؟ او جواب داد: نامم لشکر است، چون که ما بسیاریم.
وی از عیسی بسیار التماس کرد که آنها را از آن سرزمین بیرون نکند. همانجا در بالای تپه گله کلان خوکها می چرید. روح‌های ناپاک عیسی را زاری و تولا کرده گفتند: ما را به خوکها فریست و اجازت ده که با آنها درآییم. عیسی به آنها اجازت داد. آنگاه روح‌های ناپاک از آن مرد بیرون برآمده به درون خوکها درآمدند. گله خوکان که تقریباً 2000 سر بود، دودوان خود را از تپه به بحر پرتافته در آب غرق شد. خوکبانها باشد گریختند و این واقعه را در شهر و دهات نقل کردند. مردم بیرون برآمدند تا ببینند که چه حادثه روی داده است. پس آنها در گرد عیسی جمع شده دیدند که همان جن‌زده‌ای که گرفتار لشکری جنها بود، اکنون در تن لباس داشت و با عقل سالم نشسته است. همه را ترس فرا گرفت. شاهدان این واقعه حادثه با جن‌زده و خوک‌های روی داده را با آدمان نقل می کردند. آنگاه مردم از عیسی زاری و تولا کردند که از سرزمینشان رود. هنگامی که عیسی به قایق سوار می شد، مردی که پیشتر گرفتار جنها بود از وی التماس کرد که او را هم با خود برد. اما عیسی خواهش او را رد کرده گفت: به خانه‌ات برگرد و به خویش و تبارت نقل کن که خداوند برای تو چی کار و چی غمخواری بزرگی کرده است. او رفته در ناحیه 10 شهر اعلان کرده می گفت که عیسی برایش چی کاری بزرگی کرده است و همه از شنیدن این در حیرت می ماندند. عیسی به قایق سوار شده به طرف دیگری بحر رفت. وقتی که به ساحل رسید، مردمی زیاد نزد او جمع آمدند. در همین وقت مرد با نام یائیر که یکی از سرداران جماعت خانه بود، آمده عیسی را دیدن زمان خود را پیش پای او پرتافت. او زاری کنان گفت: دخترم در دم مرگ است. از تو خواهش میکنم که آمده دستانت را بر او بگذاری تا شفا یابد و زنده ماند. عیسی با او به راه درآمد و از پس آنها مردم بسیاری هم روانه شدند که از هر طرف عیسی را فشار میدادند. در آنجا یک زنی بود که 12 سال باز کسلی خونروی داشت. هرچند وی از معالجه طبیبان زیاد درد کشیده تمام داراییش را صرف کرده بود، سلامتیش خوب نمی شد. برعکس احوالش تا رفت بدتر می شد. وقتی که او درباره عیسی شنید، از دلش گذراند: اگر اقلاً به لباسش دست رسانم شفا می یابم. برای همین آن زن از بین توده آدمان گذشته از عقب به عیسی نزدیک شد و به جامه‌اش دست رساند. همان لحظه خونرویش باز ماند و او حس کرد که شفا یافته است. عیسی نیز در حال حس کرد که از او قوه بیرون رفت و به مردم گرد و اطرافش نگاه کرده پرسید: کی به جامه‌ام دست رساند؟ شاگردانش با او گفتند: میبینی که به تو از هر طرف فشار میارند و باز میپرسی که به تو کی دست رساند؟ ولی عیسی به اطرافیان نگاه میکرد تا کسی را که به جامه‌اش دست رسانده بود پیدا کند. آن زن که آگاه بود چگونه شفا یافته است، جرأت کرده ترسان و لرزان به عیسی نزدیک آمد و پیش پای او افتاده حقیقت حال را نقل کرد. عیسی به او گفت: ای دخترم، تو را ایمانت شفا داد. رو و در امان باش و سلامت گرد. هنوز او گپ میزد، چند نفر از خانه یائیر خبر آورده گفتند: دخترت مرد، دیگر استاد را زحمت نده. ولی عیسی این را شنیده به سردار جماعت خانه گفت: نترس، فقط ایمان داشته باش. این را گفت و بغیر از پتروس، یعقوب و برادر او یوحنا به دیگران اجازت نداد که همراهش بروند. وقتی به خانه یائیر رسیدند، دیدند که آدمان زیاد با شور و غوغا گریه و ناله می کردند. عیسی به خانه در آمده با آنها گفت: چرا شور و غوغا برداشته گریه می کنید؟ دختر نمرده است، فقط خوابیده است. مردم به گپ او خندیدند. ولی عیسی همه را بیرون کرده با پدر و مادر دختر و همراهانش به خانه‌ای که دختر خوابیده بود در آمد. عیسی دست او را گرفته گفت: طلیتا قومی،
که معنایش ای دخترک برخیز است. آن دختر که 12 ساله بود زود برخیست و به راه گشتن درآمد. آنها از دیدن این در حیرت ماندند. عیسی آنها را سخت تاکید کرد که این واقعه را به کسی نگویند و گفت که به دختر خوراک دهند. باب 6. عیسی با شاگردانش از آنجا برآمده به شهر خود برگشت. روز شنبه او در جماعتخانه به تعلیم دادن مردم شروع کرد. بسیار کسانی که او را می شنیدند انگشت حیرت گزیده چنین می گفتند: این فکرها در سر وی از کجا پیدا می شود؟ این چی حکمت است که به او داده شده است؟ چگونه او چنین معجزه های بزرگ می کند؟ مگر او همان دریدگر نیست که مادرش مریم، برادرانش یعقوب، یوسی، یهودا و شمعون هستند و خواهرانش هم در بین ما زندگی می کنند؟ آنها در حق عیسی شک و شبهه کردند. عیسی با آنها گفت: پیغمبر در شهر خود بین خویشان و خاندان خود قدر ندارد، ولی در همه جای دیگر او را با احترام قبول می کنند. او در آن شهر تنها به چند بیمار دست رسانده آنها را شفا داد و بغیر از این هیچ معجزه نشان داده نتوانست. او از بی ایمانی آنها در حیرت افتاد. عیسی به دهات اطراف رفته مردم را تعلیم می داد. وی 12 شاگردش را به پیشش دعوت کرد و به آنها قدرتی بر روح‌های ناپاک امر کردن را داده جفت جفت به هر طرف فرستاد. او به آنها فرمود: بغیر از عصا همراه خود چیزی نگیرید، نه خوراک، نه بارخلطه، نه همیانی پول و نه لباس علاوگی. تنها پایافزال عادی بپوشید. به هر خانه‌ای که می درآیید تا روزی از آنجا رفتنتان در همان خانه بمانید و آن را عوض نکنید. اگر در آنجا شما را قبول نکنند و به سخنان شما گوش ندهند، آن جای را ترک کنید و چنگ و خاکش را از پایتان افشانید تا شهادت عیبدار بودن آنها گردد. پس آنها رفته اعلان می‌کردند که همه باید توبه کرده به خداوند روی آورند. آنها جن‌های زیادی را بیرون کرده بسیار بیماران را با مالیدن روغن شفا بخشیدند. شاه هرودوس از این کارها باخبر شد، چون که نام عیسی در همه جا شهرت می‌یافت. بعضی ها درباره عیسی می‌گفتند که این یحیای تعمید دهنده از مردگان زنده شده است و برای همین او چنین قدرت معجزه‌کاری دارد. بعضی دیگران می‌گفتند که این الیاس پیغمبر است. قسم دیگری آدمان می‌گفتند که او یکی از پیغمبران دوره‌های قدیم است. اما وقتی هرودوس این را شنید گفت: این یحیای است که من سرش را از تنش جدا کرده بودم و حالا او زنده شده است. زیرا چنین حادثه روی داده بود. پیش از مرگ یحیای تعمید دهنده، هرودوس زنی برادرش فیلیپوس هرودیه را به زنی گرفته بود. لیکن یحیی به او گفته بود: از روی شریعت به شما گرفتن زنی برادرتان روا نیست. برای همین هرودوس فرمان داد که یحیی را دستگیر نموده دست و پایش را بسته حبس کنند. در دل هرودیه ضد یحیی کینه پیدا شد و او می‌خواست یحیی را به قتل رساند، لیکن این کار را کرده نمی‌توانست، چون که هرودوس از یحیی می‌ترسید. وی می‌دانست که یحیی مرد خدا ترس و مقدس است. برای همین هم او را احتیاط می‌کرد. گرچند سخنان یحیی او را ناراحت می‌کردند، به هر حال آن را گوش کردن برایش معقول بود. روز برای هرودیه فرصت مناسبی فرا رسید.
هیرودوس در روز تولد خود ضیافت آراسته همه منصبداران، سرلشکران و مردم آبرومند ولایت جلیل را دعوت نمود. وقتی که دختری هیرودیه به بزم آمده رقصید، او هیرودوس و مهمانانش را مفتون کرد. از این رو هیرودوس به وی گفت: هرچی از من طلب کنی برایت می دهم. من قسم می خورم که هرچی پرسی می دهم، حتی نصف مملکتم را. دختر رفته از مادرش مصلحت پرسید که چی طلب کند. هیرودیه جواب داد: سر یحیای تعمید دهنده را طلب کن. دختر زود نزد شاه آمده گفت: می خواهم که خودی حاضر سر یحیای تعمید دهنده را در روی طبق آورده دهید. شاه خیلی غمگین گشت، ولی به خاطر قسمی در پیش مهمانان خورده‌اش خواهش دختر را رد کردن نخواست. بنابراین شاه در رو به جلاد فرمود که سر یحیی را برایش گرفته بیارد. جلاد به حبسخانه رفته سر یحیی را از تنش جدا کرد و روی طبق گذاشته به دختر آورده داد. دختر باشد آن را به مادرش داد. هنگامی که شاگردان یحیی از این خبر یافتند، آمده جسد او را گرفتند و برده گور راندند. فرستادگان به نزد عیسی برگشته تمام کارهایی را که کردند و چیزهایی را که به مردم تعلیم دادند نقل کردند. رفت و آمد مردم چنان زیاد بود که عیسی و شاگردانش حتی فرصت خوراک خوردن نداشتند. از این رو عیسی به آنها گفت: اکنون به یگان جای بی آدم رفته کمی استراحت کنیم. پس به قایق سوار شده خودشان تنها به جای بی آدمی رفتند. بسیار آدمان رفتن آنها را دیدند و آنها را شناخته از هر شهر پیاده از پسشان شتافتند و پیش از آنها به آن محل آمده رسیدند. وقتی که عیسی به ساحل فرآمد، مردمی زیادی را دیده به حالشان رحمش آمد، زیرا که آنها مانند گوسفندان بیچوپان بودند و به آنها بسیار چیزها را تعلیم داد. بیگاهی شاگردان نزد عیسی آمده گفتند: این یک جای بی آدم است، وقت هم دیر شد. مردم را جواب ده که به دهات گرد و اطراف رفته برای خود خوردنی بخرند. ولی عیسی گفت: شما با آنها خوراک دهید. شاگردان پرسیدند: به فکر تو ما باید رفته به 200 دینار نان خریده به آنها دهیم؟ عیسی گفت: رفته بینید که شما چقدر نان دارید. آنها فهمیده آمده با او گفتند: همگی 5 نان و 2 ماهی هست. آنگاه عیسی فرمود که شاگردانش مردم را گروه گروه روی سبززار شنانند. آدمان با گروه ها 50 و 100 نفری نشستند. عیسی آن 5 نان و 2 ماهی را به دستش گرفته به آسمان نگریست و شکر گفت و نانها را پاره کرده به شاگردانش داد تا به مردم تقسیم کنند. همچنین 2 ماهی را بین مردم تقسیم کرد. همه تا سیر شدن خوردند و سپس شاگردان 12 سبد را از نان پاره و ماهی های باقی مانده پر کردند. شماره مردانی که نان خوردند 5000 بود. بعد از آن عیسی زود به شاگردانش فرمود که به قایق سوار شده پیشاپیش او به سوی شهر بیت سیدا روند. او خودش در آنجا ماند تا که مردم را جواب دهد. پس از جواب دادن مردم عیسی برای دعا کردن به کوه برآمد. بیگاهی روزی قایق به میان بحر رسید. عیسی باشد در ساحل تنها مانده بود. عیسی دید که شاگردانش با عذاب ضد باد سختی که مخالف آنها می‌وزید شنا می‌کنند. برای همین هنوز چشم روز نکفیده عیسی روی آب قدم زنان به طرف شاگردانش روانه شد. وی از نزد آنها گذشته رفتنی بود، ولی شاگردان در روی آب قدم زدن او را دیده فکر کردند که این ارواح است. آنها فریاد زدند چون که همه‌شان او را دیده ترسیدند. ولی عیسی زود به آنها گفت: دلیر باشید، نترسید، این منم. بعد به قایق سوار شد و شمال از وزیدن باز ماند. شاگردان به نهایت حیران ماندند چون که از سبب کندفهمی
و سرکشیشان هنوز معجزه نان را نفهمیدند. آنها از بحر گذشته به سرزمین جینسار آمده رسیدند. همین که آنها از خیق فرآمدند، آدمان عیسی را شناختند. آنها زود به تمام گرد و اطراف آن سرزمین رفته، بیماران را با جایگاهشان برداشته به هر جایی که می شنیدند عیسی بود می آوردند. به هر جایی که عیسی می رفت، چی در دهات و چی در شهرها، آدمان بیماران را سر راه او گذاشته التماس می کردند که اقلاً به لب دامنش دست رسانند و هر کسی که دست می رساند شفا می یافت. باب 7. روزی چند نفر از فریسیان و استادان شریعت از اورشلیم به نزد عیسی آمدند. آنها گرد او جمع آمده دیدند که بعضی شاگردانش با دست ناپاک یعنی ناشسته خوراک می‌خورد. حال آنکه یهودیان مخصوصاً فریسیان تا دمی که دستایشان را موافق عرف و عادتهای اجدادانشان نشویند هرگز خوراک نمی‌خوردند. این چنین هیچ چیز را از بازار تا نشویند نمی‌خوردند. باز بسیار عرف و عادتهای دیگر را رعایت می‌کردند، مانند شستن پیاله، دیگ و طبقهای برنجی و کدها. فریسیان و استادان شریعت از عیسی پرسیدند: برای چی شاگردان تو عرف و عادتهای اجدادان ما را رعایت نکرده با دستهای حرام خوراک می‌خورند؟ عیسی در جواب آنها گفت: اشعیا پیغمبر درباره شما درویه‌ها درست پیشگویی کرده است. خدا میگوید که این آدمان فقط با زبان مرا حرمت میکنند ولی دلشان از من دور است. آنها مرا بیهوده پرستش میکنند چون که قاعده های انسانی را همچون قانون خدا تعلیم میدهند. شما فرموده های خدا را یک طرف گذاشته با عرف و عادت های انسانی پیروی میکنید. شما برای نگاه داشتن عرف و عادت های خود ماهرانه فرموده های خدا را به اعتبار میمانید. مثلا خدا به واسطه موسی فرموده است: پدر و مادرت را حرمت و احترام نما و اگر کسی والدانش را لعنت کند حتما کشته شود. شما باشد چنین تعلیم میدهید: اگر کسی به پدر و مادرش با چیز یاری رسانده تواند ولی یاری نداده آن چیز را به خدا بخشد، اجازت دارد که دیگر به پدر و مادرش یگان کمک نکند. همین طور شما فرموده های خدا را با عرف و عادت های خود برهم داده نسل به نسل این را یاد می دهید و بسیار کارهای مثل این را می کنید. عیسی مردم را باز نزدش دعوت نموده گفت: همین چیز را دانید که هرچی از بیرون به درون آدم می درآید او را حرام کردن نمی تواند، اما آن چیزی که از درون آدم بیرون می براید او را حرام می کند. وقتی که عیسی از نزد مردم رفته به خانه در آمد، شاگردانش از او معنای این مثل را پرسیدند. وی به آنها گفت: نخواد شما هم این را نفهمیده باشید. مگر نمی دانید که آنچه به درون آدم از بیرون می درآید او را حرام کردن نمی تواند، چون که خوراک به دل شما نمی درآید بلکه از شکم شما گذشته بیرون می براید. با این سخنان عیسی اعلان کرد که هر گونه خوراک حلال است. بعد علاوه کرد: آن چیزی که از درون خود انسان می براید او را حرام می کند، چون که محض از درون از دل انسان خیالات بد، گناه جنسی، دزدی، قتل، زنا، بخیلی، فریب و نیرنگ، بدکاری و بداخلاقی، حسد و تهمت، مغروری و بی‌فراستی پیدا می شود.
همه این بدی ها از درون انسان بیرون برآمده او را حرام می کنند. از آنجا عیسی به نزدیکی های شهر سور رفت. او به خانه درآمد و نخواست که کسی آمدنش را فهمد، ولی نتوانست پنهان بماند. زنی که دختری خردسالش گرفتار روح ناپاک بود، از آمدن عیسی زود با خبر شده به نزد او آمد و به پیش پایهایش افتاد. وی زنی یونانی زاده فنیقیه سوریه بود. او التماس کرد که عیسی جن را از دخترش بیرون کند. عیسی با او گفت: بگذار اول فرزندان سیر شوند، چون که نان فرزندان را گرفته به نزد سگان پرتافتن نادرست است. ولی زن جواب داد: درست است خواجه‌ام، ولی سگان هم نان ریزه های از دسترخوان کودکان افتاده را می خورند. آنگاه عیسی به زن گفت: برای چنین جوابت می توانی به خانه‌ات برگردی، چون که جن از دخترت بیرون شده است. زن به خانه‌اش آمده دید که دخترش آرام خوابیده است و جن از وی بیرون شده است. سپس عیسی از شهر سور برآمده به راه سیدون به طرف بحر جلیل به ناحیه 10 شهر روانه شد. در آنجا به نزدش مردی را آوردند که کر بود و زبانش می گرفت. آنها التماس کردند که عیسی بر او دست گذاشته شفایش دهد. عیسی او را از بین مردم به یک طرف برده، انگشتانش را به گوش وی گذاشت و تف کرده انگشتانش را به زبان مرد رساند. بعد به آسمان نگریسته آهی کشید و گفت: ایفاتا، که معنایش گشاده شو می باشد. آن مرد همان لحظه شفا یافته، گوشهایش گشاده شدند و زبانش آزاد گشت و او برا گپ زد. عیسی با آنها گفت که به کسی چیزی نگویند، ولی هر قدر بیشتر آنها را تأکید می کرد، همان قدر زیادتر آنها آوازها پهن می کردند. مردم به حیرت افتاده به یکدیگر می گفتند: هر کاری که می کند خوب است. او حتی کرها را شنوا می کند و زبان گنگ ها را می گشاید. باب 8. در یکی از همین روزها باز توده آدمان به نزد عیسی جمع آمدند و هیچ خوردنی نداشتند. عیسی شاگردانش را به نزدش دعوت کرده گفت: به این آدمان رحمم می آید. آنها 3 روز باز با من هستند و دیگر خوردنی ندارند. اگر آنها را از پیش خود گرسنه جواب دهم، در راه بیحال می شوند. بعضی آنها از راه دور آمدند. شاگردانش گفتند: مگر کسی می تواند در این بیابان اینقدر آدم را از نان سیر کند؟ عیسی پرسید: شما چند نان دارید؟ گفتند: 7 تا. او به مردم فرمود که بر روی زمین شینند. بعد آن 7 نان را گرفته خدا را شکر گفت و آن را پاره کرده به شاگردانش داد که تقسیم کنند و آنها نان را به مردم تقسیم کردند. آنها این چنین چند ماهی میده هم داشتند. عیسی خدا را برای آنها شکر گفته فرمود که آن ماهی ها را نیز در بین مردم تقسیم کنند. مردم تا سیر شدنشان خوردند و سپس شاگردان 7 سبد را از نان پاره های باقی مانده پر کردند. در آنجا قریب 4000 نفر بودند. بعد عیسی آنها را جواب داد و یک باره با شاگردانش به قایق سوار شده به ناحیه دلمانوتا روانه شد. سپس چند نفری از فریسیان
نزد عیسی آمده با او بحث و مناظره را سر کردند و او را آزمودنی شده طلب نمودند که برایشان از جانب خدا علامت دهد. عیسی از دلش آهی وزنی کشیده گفت: برای چی این نسل علامت طلب می کند؟ براستی به شما می گویم به این نسل یگان علامت داده نمی شود. پس آنها را مانده به قایق سوار شد و به طرف دیگری بحر رفت. شاگردان عیسی فراموش کردند که به قایق با خود نان بگیرند و حالا فقط یک نان داشتند. عیسی آنها را تأکید کرده گفت: هوشیار باشید، خود را از خمیر ترش فریسیان و شاه هرودوس احتیاط کنید. شاگردان به یکدیگر می گفتند: او این را از آن سبب گفت که نان نداریم. ولی عیسی این را فهمیده گفت: چرا شما نان نداشتنتان را فکر می کنید؟ مگر تا حال درک نمی کنید و نمی فهمید؟ یا کندفهم و گردن شق شده اید؟ شما که چشم دارید چرا نمی بینید؟ گوش دارید و چرا نمی شنوید؟ آیا فراموش کردید هنگامی 5000 مرد را با 5 نان سیر کردنم چند سبد را از نان پاره ها پر کردید؟ جواب دادند: 12 سبد. گفت: وقتی که با 7 نان 4000 نفر را سیر کردم چند سبد را از نان پاره ها پر کردید؟ گفتند: 7 سبد. با آنها گفت: آیا تا حال نمی فهمید؟ وقتی که آنها به شهر بیت سیدا رسیدند چند نفر مرد کوری را به نزد عیسی آورده خواهش کردند که به وی دست رسانده شفا دهد. عیسی دست آن مرد را گرفته از دیه بیرون برد. بعد آب دهانش را به چشمان مرد مالیده دستانش را بر او گذاشت و پرسید: یگان چیز می بینی؟ مرد بالا نگریسته گفت: مردم را مثل درختان می بینم که راه می روند. عیسی بار دیگر دستانش را به چشمان آن مرد گذاشت. این دفعه مرد با دقت نگاه کرد و چشمانش شفا یافتند و او همه چیز را خوب دید. عیسی او را به خانه‌اش فرستاده تأکید کرد که به دیه بر نگردد. عیسی با شاگردانش به دیه های اطراف شهر قیصریه فیلیپوس سفرش را دوام داد. در راه از آنها پرسید: آدمان مرا کی می گویند؟ آنها جواب دادند: بعضی ها می گویند که تو یحیای تعمید دهنده هستی، قسم دیگری آدمان می گویند که الیاس پیغمبری، دیگران می گویند که تو یکی از پیغمبران گذشته دیگر هستی. آنگاه عیسی پرسید: شما چی؟ شما مرا کی می شمارید؟ پتروس جواب داد: تو مسیح تعیین شده خدا هستی. عیسی آنها را تأکید کرد که در این باره به کسی چیزی نگویند. بعد عیسی به تعلیم دادن شاگردانش سر کرده گفت که پسر آدمی زاد باید بسیار عذاب کشد. پیران قوم، کاهنان کلان و استادان شریعت از وی روی می گردانند. او را می کشند ولی او بعد از 3 روز زنده می گردد. عیسی این سخنان را گشاد و روشن گفت و پتروس او را یک سو برده سرزنش کرد. لیکن عیسی رویش را گردانده به شاگردانش نگاه کرد و پتروس را سرزنش نموده گفت: دور شو از من ای شیطان، تو نه مثل خدا بلکه مثل انسان فکر میکنی. بعد عیسی شاگردان و مردم را به نزدش جمع کرده گفت: اگر کسی پیرو من شدن خواهد باید از خواهشای خود روی گردانده صلیب عذاب و مرگش را برداشته مرا پیروی کند. کسی که حیاتش را نگاه داشتن می خواهد آن را از دست می دهد، ولی کسی که به خاطر من و این خوشخبر حیاتش را فدا می کند آن را نگاه می دارد. به آدم چی فایده دارد که تمام دنیا را به دست آورد و جانش را از دست دهد؟ آدمی زاد بر عوض جان خود هیچ تاوان داده نمی تواند.
کسی که در این زمان پر از گناه و بیوفایی از من و سخنانم شرم کند، پسر آدمیزاد نیز هنگامی که با شهرت و جلال پدرش همراه فرشته های مقدس می آید از او شرم خواهد کرد. باب 9. عیسی باز با آنها گفت: براستی به شما میگویم در اینجا کسانی هستند که هنوز از دنیا نگذشته میبینند که پادشاهی خدا با تمام قدرت می آید. پس از 6 روز عیسی تنها پتروس، یعقوب و یوحنا را همراهش گرفته به بالای کوه بلندی برآمد. بعد در پیش نظر شاگردان نمود ظاهری او دیگرگون شد. لباس او سفیدی درخشان گشت تا به درجه‌ای که در روی زمین هیچ کس از آن سفیدتر کردن نمی تواند. آنگاه الیاس و موسی در پیش نظر شاگردان پیدا شدند که با عیسی صحبت می کردند. بعد پتروس به عیسی گفت: استاد، چقدر خوب است که ما اینجا هستیم. بیا 3 خیمه می سازیم، یکی برای تو، دیگری برای موسی و سوم برای الیاس. پتروس نمی دانست که چی گوید، چون که همه آنها سخت ترسیده بودند. بعد ابر پیدا شده آنها را فرا گرفت و از آن آواز برآمد: این پسری عزیزی من است، او را گوش کنید. ناگهان آنها به اطراف نظر انداخته غیر از عیسی کسی را ندیدند. وقتی که آنها از کوه پایین می فرآمدند، عیسی آنها را تأکید کرد که تا زنده شدن پسر آدمیزاد از آن چه دیدند به کسی چیزی نگویند. برای همین آنها به کسی در این بابت دهان نمی گشادند، اگرچند در بین خود معنای عباره زنده شدن را محاکمه می کردند. شاگردان از عیسی پرسیدند: چرا استادان شریعت می گویند که پیش از مسیح باید الیاس بیاید؟ عیسی جواب داد: درست، اول باید الیاس بیاید و همه چیز را برقرار نماید. ولی پسر آدمیزاد چنان که در نوشتجات آمده است عذاب کشیده خوار و زار می گردد. لیکن به شما می گویم که الیاس آمده است و آدمان هر کاری که خواستند با وی کردند، چنان که در بارش نوشته شده است. وقتی که آنها به نزد شاگردان دیگر آمدند، دیدند که مردمی زیاد در گرد آنها جمع شدند و چند نفر از استادان شریعت با آنها بحث و مناظره دارند. همین که مردم عیسی را دیدند خیلی حیران شده دوان به استقبالش رفتند. عیسی پرسید: درباره چی با آنها بحث میکنید؟ مرد از بین مردم جواب داد: استاد، پسرم را نزد تو آوردم. او گپ زدن نمیتواند، چون که گرفتار روح ناپاک است. هرگاه که روح ناپاک پسرم را حمله میکند، او را به زمین میزند. دهان پسرم کفک میکند، دندانهایش به یکدیگر میچسبند و بدنش مثل چوب کرخت میشود. از شاگردان تو خواهش کردم که روح ناپاک را از او بیرون کنند، ولی آنها نتوانستند. عیسی گفت: ای نسل بی ایمان، تا کی با شما باشم و تا کی شما را طاقت کنم؟ پسر را پیش من بیارید. پس او را آوردند و همین که روح عیسی را دید پسر را سخت لرزاند. بچه بر روی زمین غلتیده غیل میزد و از دهانش کفک میبرآمد. عیسی از پدر او پرسید: او کی باز به این درد گرفتار است؟ جواب داد: از بچگیش. روح ناپاک بارها او را به آب و آتش انداخته میخواست نابودش کند.
التماس اگر یگان کار کرده توانی به ما رحم کن و مدد نما. عیسی به مرد گفت چرا اگر توانی میگویی؟ به کسی که ایمان دارد همه چیز امکان پذیر است. پدری بچه در حال ندا کرد بله ایمان دارم، ولی یاری ده که ایمانم قوی تر گردد. وقت عیسی دید که مردمی زیاد دوان آمده جمع می شوند، با سرزنش به روح ناپاک فرمان داد ای روح کری و گنگی، به تو می گویم از این بچه بیرون برا و دیگر به او ندرا. روح ناپاک نعره زده بار دیگر بچه را سخت لرزانده از او بیرون شد. رنگ بچه مانند مرده شد. برای همین بسیاری ها وی مرده است گفتند. ولی عیسی دست او را گرفته از جایش خیزاند و بچه با پایش ایستاد. بعدتر وقتی که عیسی به خانه در آمد، شاگردان در تنهایی از او پرسیدند چرا ما روح ناپاک را بیرون کرده نتوانستیم؟ عیسی گفت این ذات تنها با دعا بیرون کرده می شود. عیسی همراه شاگردانش آنجا را مانده از جلیل گذشته رفت. وی نمی خواست که کسی از این باخبر شود، چون که او شاگردان را تعلیم داده می گفت پسر آدمی زاد به دست آدمان سپاریده می شود و آنها او را می کشند، ولی بعد از 3 روز او زنده می گردد. ولی آنها معنای سخنان او را نفهمیدند و از پرسیدن ترسیدند. آنها به شهر کفرنهم رسیده به خانه در آمدند و عیسی از شاگردان پرسید در راه با یک دیگر درباره چی بحث می کردید؟ آنها خاموش بودند، زیرا در راه بحث می کردند که کدام از آنها بزرگتر است. پس عیسی نشست و 12 شاگرد را جمع کرده گفت هر کی می خواهد اولین باشد باید آخرین و در خدمت همه باشد. بعد کودکی را گرفته در بین آنها گذاشت. سپس او را به بغل گرفته گفت هر کسی که چنین کودک را به خاطر من قبول می کند در اصل مرا قبول می کند و هر کسی که مرا قبول می کند نه مرا بلکه فرستنده مرا قبول می کند. سپس یوحنا به عیسی گفت استاد مردی را دیدیم که به نام تو جنها را بیرون می کرد، ولی از بس که ما را پیروی نمی کرد کوشش کردیم که او را از این کار باز داریم. اما عیسی گفت او را از این کار باز ندارید. هر کسی که از نام من معجزه می کند نمی تواند بعد از فرصت درباره من سخنی بده بگوید، زیرا کسی که بر ضد ما نیست طرفدار ماست. براستی به شما می گویم اگر کسی به شما فقط به خاطر آنکه شاگرد مسیح هستید اقلاً 1 پیاله آب دهد به مکافات نخواهد ماند. لیکن وای بر حال کسی که یکی از پیروان خردی به من ایمان آورده را گمراه کند. برای وی بهتر می شد که به گردنش سنگ آسیاب را آویخته به بحر پرتایند. اگر دستت تو را به گناه کردن وادار سازد آن را بریده پرتا، زیرا نظر به آن که 2 دست داشته باشی و به آتش خاموش نشونده دوزخ افتی بهتر است که به 1 دست صاحب حیات شوی. اگر پایت تو را به گناه کردن وادار سازد آن را بریده پرتا، زیرا نظر به آن که 2 پای را داشته باشی و به دوزخ پرتافته شوی بهتر که به 1 پای صاحب حیات شوی. اگر چشمت تو را به گناه کردن وادار سازد آن را کنده پرتا، زیرا برایت بهتر است که با 1 چشم به پادشاهی خدا درآیی از آن که با 2 چشم به دوزخ پرتافته شوی، که در آنجا کرمها هرگز نمی میرند و آتش هیچگاه خاموش نمی گردد. هر کس با آتش نمکین می شود. نمک چیزی خوب است، ولی اگر صفتش را گم کند با چی آن را نمکین کرده می توانید؟ پس شما نیز در خود نمک داشته باشید و با یکدیگر در صلح و صلاح زندگی کنید.
باب 10. عیسی آنجا را مانده به سوی سرزمین یهودیه و طرف دیگری دریای اردن رفت. باز مردم زیاد در آنجا جمع آمدند و او نیز از روی عادت به تعلیمات آنها شروع کرد. آنگاه چند نفر فریسیان آمده او را آزمودنی شده سوال دادند: آیا از روی شریعت ممکن است که مرد از زنش جدا شود؟ عیسی هم از آنها پرسید: موسی در این باره چه فرموده است؟ جواب دادند: موسی اجازت داده است که مرد طلاقنامه نوشته از زنش جدا شود. عیسی باشد به آنها گفت: به سبب کندفهمی و سرکشیتان موسی برایتان چنین اجازت را نوشته بود، ولی از ابتدای آفرینش این دنیا خدا آنها را مرد و زن آفریده است. از همین سبب مرد پدر و مادر خود را گذاشته به زن خود می پیوندد و آنها یک تن می شوند. اکنون آنها نه دو تن بلکه یک تن می باشند. پس بگذار کسی زن و شوهر را از همدیگر جدا نکند، زیرا خدا آن دو نفر را با هم پیوسته است. وقتی که آنها به خانه برگشتند، شاگردانش در این باره از عیسی پرسیدند. عیسی با آنها گفت: هر مردی که از زنش جدا شده زن دیگر می گیرد زنا می کند. همچنین اگر زن از شوهرش جدا شده و مرد دیگر به شوهر برآید زناکار است. روز آدمان فرزندانشان را نزد عیسی آوردند تا که او با آنها دست گذاشته برایشان دعا کند، ولی شاگردان آنها را سرزنش کردند. عیسی رفتار شاگردانش را دید و به غضب آمده گفت: مانید که کودکان نزد من آیند، پیش راه آنها را نگیرید، زیرا پادشاهی خدا نصیب آنهایی است که مثل کودک هستند. براستی به شما میگویم هر کی پادشاهی خدا را مانند کودک قبول نکند به آن نمی درآید. بعد کودکان را به آغوش گرفت و بالای سرشان دست گذاشته برایشان دعا کرد. وقتی که عیسی به راه برآمد، مردی به نزدش دویده آمده در پیشش به زانو افتاد و پرسید: ای استاد نیک، برای به دست آوردن حیات ابدی چی کار باید کنم؟ عیسی گفت: چرا مرا نیک میگویی؟ بغیر از خدا هیچ کس نیک نیست. تو فرمایش های خدا را میدانی: قتل نکن، زنا نکن، دزدی نکن، شهادتی بر دروغ نده، کسی را فریب نده و پدر و مادرت را حرمت و احترام نما. مرد جواب داد: ای استاد، من از ایام جوانیم همه این فرمایش ها را رعایت میکنم. عیسی با او با نگاهی گرم و پرمهر گفت: به تو فقط یک چیز نمیرسد. برو، هر آن چیزی را که داری فروخته پولش را به کمبغلان تقسیم کن. آنگاه در آسمان بایگری پیدا میکنی. بعد آمده مرا پیروی نما. ولی آن جوان از شنیدن چنین سخنان روح افتاده شد و اندوهگین گشته از آنجا رفت، چون که خیلی ثروتمند بود. عیسی به گرد و اطراف نگاه کرده به شاگردانش گفت: به پادشاهی خدا در آمدن آدمانی بای به نهایت دشوار است. شاگردان از سخنان عیسی به حیرت افتادند. پس عیسی تکرار کرده گفت: ای فرزندانم، به پادشاهی خدا در آمدن به نهایت دشوار است. از سوراخی سوزن گذشتن شتر آسانتر است از آن که شخصی ثروتمند به پادشاهی خدا درآید. شاگردان بیش از پیش در حیرت مانده به یکدیگر می گفتند: پس کی نجات یافته می تواند؟ عیسی به شاگردانش با دقت نگاه کرده گفت: برای آدمیزاد این کار غیر امکان است،
ولی نه برای خدا. برای خدا همه چیز امکان پذیر است. آن وقت پتروس به عیسی گفت: ما از بحر همه چیز گذشته تو را پیروی کردیم. عیسی جواب داد: به راستی به شما میگویم هر کی به خاطر من به این خوشخبر از بحر خانه، برادران یا خواهران، پدر یا مادر، فرزندان یا زمینهایش گذشته باشد، حالا در وقت حاضره 100 مراتب زیادتر خانه ها، برادران و خواهران، مادران و فرزندان، زمین ها و در برابر همه این عذاب ها نیز پیدا می کند و در آینده حیات ابدی نیز نصیبش می گردد. لیکن بسیار اولین ها آخرین می شوند و آخرین ها اولین. آنها در راه اورشلیم بودند و عیسی پیشا پیش آنها می رفت. شاگردانی در حیرت مانده و آدمان با ترس از پس او قدم می زدند. عیسی 12 شاگردش را به یک طرف برده بار دیگر گفت که او را چی انتظار است. او گفت: ما به اورشلیم رفته ایستاده ایم. در آنجا پسر آدمیزاد به دست کاهنان کلان و استادان شریعت سپارده می شود. آنها او را به مرگ محکوم کرده به دست غیر یهودیان می سپارند. غیر یهودیان او را مسخره کرده به وی توف می کنند و قمچینکاری کرده به قتل می رسانند. ولی او پس از 3 روز زنده می شود. یعقوب و یوحنای پسران زبدای پیش عیسی آمده گفتند: استاد، ما می خواهیم که خواهش ما را برایمان اجرا کنی. عیسی پرسید: چی خواهش دارید؟ برایتان چی کار کنم؟ گفتند: وقتی که تو با شهرت و جلال پادشاهی میکنی، اجازت ده یکی امان از طرف راست و دیگری از طرف چپ تو بنشینیم. عیسی جواب داد: شما نمیفهمید که چی را طلب کرده ایستاده اید. مگر از آن کاسه عذابی که من می نوشم نوشیده می توانید؟ و مگر با آن عذاب مرگاوری که من تعمید می گیرم شما هم تعمید گرفته می توانید؟ جواب دادند: می توانیم. اما عیسی با آنها گفت: خوش از کاسه من خواهید نوشید و با عذابی که من تعمید می گیرم شما هم تعمید خواهید گرفت. اما به انتخاب کردن کسانی که از دست چپ و راست من میشینند من حق ندارم. به این جایها کسانی میشینند که خدا آنها را پیشکی تعیین کرده است. 10 شاگرد دیگر این را شنیده از یعقوب و یوحنا به غضب آمدند. پس عیسی همه آنها را به نزدش دعوت کرده گفت: شما می دانید که پادشاهان و حاکمان به مردم خود زوراوری می کنند و حکمشان را به آنها می گذرانند. لیکن در بین شما نباید این طور باشد. برعکس، هر کسی که در بین شما بزرگ بودن می خواهد باید خدمتگار دیگران باشد و هر کسی که می خواهد در پیش ایستد باید غلامی همه باشد. حتی من پسر آدمی زاد نآمدم که به من خدمت کنند. من آمدم که به دیگران خدمت کنم و برای نرخ نجات بسیار آدمان را سپاریدن جانم را فدا کنم. بعد آنها به شهر اریحا آمدند. وقتی که عیسی با شاگردانش و مردم زیادی از این شهر بیرون می رفتند، در کنار ره برتیمای نام نابینایی که پسر تیمای بود نشسته صدقه می پرسید. چون برتیمای شنید که عیسی ناصری از این راه می گذرد فریاد زده گفت: ای عیسی نسل داوود، به من رحم کن. بسیاری ها او را سرزنش کرده گفتند که خاموش شود، اما او باز بلندتر داد زده می گفت: ای نسل داوود، به من رحم کن. عیسی از راهش باز ایستاده گفت: به وی بگویید که اینجا بیاید. مردم نابینا را جیغ زده گفتند: از جایت خیز، نترس، زیرا او تو را به نزدش جیغ می زند. برتیمای جامه‌اش را کشیده از جایش پریده خیست و نزد عیسی آمد. عیسی از وی پرسید:
تو چی میخواهی؟ برایت چی کار کنم؟ نابینا گفت استاد میخواهم چشمانم بینا شود. عیسی با او گفت برو، ایمانت تو را شفا داد. خودی همان لحظه چشمان وی بینا شد و او از پس عیسی رفت. باب 11. عیسی و شاگردانش به شهر اورشلیم نزدیک شده به دهه بیت فاجی و بیت عنیای نزد کوه زیتون رسیدند. سپس او دو شاگردش را پیشاپیش خود فرستاده با آنها گفت به دهه‌ای که در روبروی شماست روید. همین که به آنجا می رسید خری بسته را می بینید که تا حال کسی به آن سوار نشده است. بندش را گشاده آن را به اینجا بیارید. اگر کسی بپرسد که چرا این کار را میکنید، بگویید که وی به خداوند در کار شد و او به زودی آن را به جایش برمیگرداند. آن دو شاگرد رفته خری را که در کنار کوچه در نزد دروازه بسته شده بود یافتند. وقتی که بند آن را میکشادند، بعضی از آدمان آنجا ایستاده پرسیدند چی کار کرده ایستاده اید؟ چرا بند خر را میکشایید؟ شاگردان سخنان عیسی را تکرار کردند و آدمان به آنها اجازت دادند. پس آنها خر را به نزد عیسی آورده جامه‌هایشان را به بالای خر پرتافتند و عیسی به آن سوار شد. بسیار آدمان جامه‌های خود را پیش راه او پایانداز می‌کردند. دیگران باشند نوده‌های سیربرگ از صحرا بریده‌شان را پیش راه او می‌گذاشتند. مردمی که از پیش و قفای او می رفتند فریاد می زدند شأن و شرف به خدا، برکت یابد کسی که به نام خداوند می آید. مبارک باشد پادشاهی اجداد ما داوود که آن نزدیک آمده ایستاده است. شأن و شرف به خدا در آسمان. همین طور عیسی به اورشلیم آمده به معبد خدا رفت و همه چیز را از نظر گذراند. از بس که بی وقت شده بود با 12 شاگرد خود به دهه بیت عنیا روانه شد. روز دیگر وقتی که آنها از بیت عنیا می رفتند عیسی گرسنه ماند. کمی دورتر درخت سیربرگ انجیر را دیده به سویش رفت. او می خواست انجیر پیدا کند، ولی به آن نزدیک آمده دید که غیر از برگها در آن یگان میوه نبود، چون که هنوز وقت انجیر نبود. او به درخت گفت از این پس کسی هرگز از تو دیگر میوه نخورد. شاگردانش این را شنیدند. هنگامی که به اورشلیم در آمدند عیسی به حولی معبد خدا وارد شده آنهایی را که با خرید و فروش مشغول بودند از آنجا بیرون رانده میزهای پول عوض کنندگان و کرسیهای کبوتر فروشان را چپه کرد. وی نگذاشت که کسی چیزی را برای سودا از صحن معبد خدا گذراند. سپس مردم را تعلیم داده گفت آیا در نوشتجات نآمده است که خانه من خانه دعا برای تمام خلقها نامیده می شود؟ شما باشد آن را به خانه دزدان تبدیل داده اید. چون کاهنان کلان و استادان شریعت این سخنان را شنیدند نقشه کشتن عیسی را کشیدند. آنها از عیسی ترسیدند زیرا تمام مردم از تعلیمات او در حیرت مانده بودند. همان بیگاه عیسی با شاگردانش از شهر بیرون رفت. سحری روز دیگر آنها در راه دیدند که همان درخت انجیر از ریشه‌اش خشک شده است. پتروس حادثه روز گذشته را به یاد آورده گفت استاد نگاه کن، درخت انجیر که آن را لعنت کردی خشک شده است. عیسی در جواب گفت به خدا ایمان داشته باشید. براستی به شما میگویم که اگر کسی به این کوه فرمان داده گوید برخیست خود را به بحر پرتا و در دلش شبهه نداشته باشد بلکه باور کند که آنچه میگوید همان طور می شود،
آنگاه همان چیز برایش اجرا می شود. برای همین هم به شما می گویم هر چی در دعا طلب می کنید باور کنید که الکی آن را گرفته اید و آن از آن شما می شود. ولی هنگام دعا کردن اگر از کسی رنجیده باشید او را ببخشید تا که پدر آسمانی شما نیز گناههایتان را بخشیده تواند. آنها باز به اورشلیم آمدند. وقتی که عیسی در صحن معبد خدا رفت و آمد کرد، کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران قوم نزدش آمده پرسیدند: تو با کدام حقوق این کارها را میکنی؟ این حقوق را به تو کی داده است؟ عیسی در جواب گفت: من به شما یک سوال دارم. اگر جواب دهید من هم به شما میگویم که با کدام حقوق این کارها را میکنم. به من بگویید به یحیی کی حقوق داده بود که آدمان را تعمید دهد؟ خدا یا انسان؟ آنها به یکدیگر گفتند: اگر گوییم که خدا داده بود، او میگوید پس چرا به او باور نکردید؟ اگر گوییم انسان، آنها از مردم می ترسیدند، زیرا همه مردم به پیغمبر بودن یحیی ایمان داشتند. عاقبت آنها به عیسی نمیدانیم گفته جواب دادند. عیسی نیز به آنها گفت: پس من هم به شما نمیگویم که با کدام حقوق این کارها را میکنم. باب 12. بعد عیسی به مردم با مثلها گپ زدن را سر کرد. مرد تاکزار بنیاد کرده در گردش دیوار ساخت. سپس حوضچه برای فشردن انگور تیار کرد و یک دیدبانگاه ساخت. بعد تاکزارش را به چند نفر اجاره داده به کشوری دیگر سفر کرد. در موسم حاصل غنداری صاحب تاکزار خدمتگارش را نزد تاک پروران فرستاد تا که حق خود را از آن تاکزار بگیرد. ولی آنها آن خدمتگار را گرفته زدند و با دست خالی برگرداندند. صاحب تاکزار خدمتگار دیگر را فرستاد، ولی آنها به سر وی زده حقارت کردند. بعد باز خدمتگار دیگر را فرستاد، لیکن او را کشتند. بسیار خدمتگاران دیگری را هم که می فرستاد یا می زدند یا می کشتند. همین طور در خانه صاحب تاکزار بغیر از پسر عزیزش کسی دیگری نماند. عاقبت پسرم را حتما عزت و احترام میکنند گفته پسرش را فرستاد. ولی تاک پروران به یکدیگر گفتند: وی میراث خور است، بیایید او را میکشیم و صاحب میراث میشویم. سپس او را داشته کشتند و جسدش را بیرون از تاکزار پرتافتند. اکنون صاحب تاکزار چگونه رفتار میکند؟ برگشت آن تاک پروران را میکشد و تاکزار را به دیگران میدهد. آیا شما در نوشتجات نخوانده اید؟ آن سنگی را که بناکاران نادرکار حساب کرده یک سو پرتافتند، سنگ اساسی ته کرسی بنا گردید. این کار خداوند است و به نظرمان عجیب می نمایند. از بس که راهبران دین فهمیدند که این مثل بر ضد آنها بود، کوشش کردند که او را دستگیر کنند، ولی از مردم می ترسیدند، بنابراین او را به حال خود گذاشته رفتند. دیرتر چند نفر از فریسیان و طرفداران هرودوس به نزد عیسی فرستاده شدند تا که او را با سخن به دام افکنند. آنها آمده گفتند: استاد، ما می دانیم که تو راست قول هستی و به فکر آدمان اعتبار نداده به خوشامدگویی راه های خدا را از روی حقیقت تعلیم می دهی. بگو که آیا به شاهنشاه روم انداز سپاریم یا نه؟ عیسی که از درویگی آنها با خبر بود چنین گفت: چرا می خواهید مرا به دام افکنید؟ به من یک تنگه دینار را بیارید که بینم. وقتی دینار را به او دادند پرسید: در این تنگه عکس و نام کی را می بینید؟ آنها جواب دادند: شاهنشاه را. آنگاه عیسی به آنها گفت:
آنچه از آن شاهنشاه است به شاهنشاه بدهید و آنچه از آن خداست به خدا. آنها از جواب عیسی در حیرت ماندند. سپس بعضی از رویه صدوقیان که زنده شوی مردگان را رد می‌کردند به نزد عیسی آمده پرسیدند: استاد، موسی در شریعت به ما نوشته است که اگر برادری کسی فرزند نیافته بمیرد، بگذار وی زنی او را به نکاح خود درآورد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادری مرحومش بداند. اینک 7 برادر بودند. برادری کلانی زن گرفت، اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید. بعد برادری دویم همسری او را به زنی گرفته، او هم فرزند به دنیا نآورده وفات کرد. با برادری سیوم هم همین طور روی داد. با همین صورت همه 7 برادران بی فرزند وفات کردند. بعد از همه آن زن هم از عالم چشم پوشید. پس روزی که مرده ها زنده می شوند، وی زنی کدامی از آنها می شود؟ آخر همه 7 برادران او را به زنی گرفته بودند. عیسی جواب داد: خطای شما در آن است که نه معنای نوشتجات را می دانید و نه قدرت خدا را. وقتی که مرده ها زنده می شوند، آنها نه زن می گیرند و نه شوهر می کنند، بلکه مثل فرشته های آسمان می گردند. ولی درباره زنده شدن مرده ها مگر از کتاب موسی در حکایه بوته نخوانده اید که چطور خدا به موسی گفته است: من خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است. شما خطای کلان میکنید. یکی از استادان شریعت به نزد آنها آمده بحث و مناظره اشان را شنید. وقتی او دید که عیسی با آنها چی جواب خوبی داد، پرسید: از تمام فرمایش های خدا کدامش از همه مهمتر است؟ عیسی جواب داد: اولین فرمایش مهم این است: ای قوم اسرائیل، گوش کنید. خداوند خدای ما خداوند یکه و یگانه است. خداوند خدای خود را با تمام دل و جان و با تمام عقل و هوش و با تمام قوت خود دوست دار. دویمش چنین می باشد: دیگران را مثل خود دوست دار. هیچ فرمایش از هر دوی این بزرگتر نیست. استاد شریعت گفت: استاد، حق به جانب توست. تو بسیار خوب گفتی که فقط یک خدا وجود دارد و غیر از او خدای دیگری نیست. این چنین خدا را با تمام دل و با تمام عقل و هوش و با تمام قوت دوست داشتن و دیگران را هم مثل خود دوست داشتن مهمتر از هدیه های سوختنی و همه نمود قربانی می باشد. عیسی دید که استاد شریعت عاقلانه سخن می راند. بنابراین به او گفت: شما به پادشاهی خدا نزدیک هستید. پس از آن دیگر هیچ کس جرأت نکرد که به عیسی سوال دهد. وقتی که عیسی در معبد خدا به مردم تعلیم می داد، از آنها پرسید: برای چی استادان شریعت می گویند که مسیح یعنی تعیین شده خدا پسر شاه داوود است، در حالی که خود داوود با تأثیر روح القدس چنین گفته بود: خداوند به خداوند من گفت تا دمی که دشمنانت را زیر پایهایت نگذارم از دست راستم بشین. خود داوود مسیح را خداوند نامید. پس چطور وی پسر شاه داوود شده می تواند؟ مردم زیاد سخنان او را با خوشنودی گوش می کردند. سپس عیسی آنها را تعلیم داده گفت: از استادان شریعت احتیاط باشید. با آنها معقول است که لباسهای قیمت پوشیده گردند و مردم در بازارها با آنها سلام دهند. آنها دوست می دارند که در جایهای بهترین جماعتخانه ها بشینند و در بزمها بالانشین باشند. آنها نمایشکارانه دور و دراز دعا می خوانند، ولی در اصل مال و ملک بیوزنان را خورده غارت می کنند. آنها برای این کارهایشان جزای سخت‌تر می بینند. بعد عیسی رو بروی صندوق خیریه نشسته
به صندوق پول انداختن مردم را تماشا می کرد. بعضی ها که ثروتمند بودند پولی زیاد خیر می کردند. همین وقت یک بیوزن کمبغل نیز آمده 2 تنگه خرد مسکین را که ارزش کم داشت به صندوق انداخت. عیسی شاگردانش را به نزدش دعوت کرده گفت: به راستی به شما می گویم که این بیوزن بیچاره از همه زیادتر خیرات کرد، چون که آنها از زیادتی بایگریشان صدقه کردند. وی باشد همه آن چیزی را که داشت، یعنی تمامی رزق و روزیش را داد. باب 13. وقت عیسی از معبد خدا می برآمد، یکی از شاگردانش گفت: استاد، ببین این بناهای معبد خدا چقدر با حشمت هستند، چه سنگهای بزرگی دارند. عیسی جواب داد: شما این بناهای بزرگ را می بینید. سنگ بر بالای سنگ نمانده همش به زمین یکسان می شود. هنگامی که عیسی در کوه زیتون روبروی معبد خدا می نشست، پتروس، یعقوب، یوحنا و اندریاس در تنهایی از او پرسیدند: به ما بگو که این حادثه کی روی می دهد و اجرا شدن همه این را از کدام علامت می فهمیم؟ عیسی جواب داد: احتیاط شوید که مبادا کسی شما را گمراه کند، زیرا بسیار کسان به نام من آمده می گویند من همانم و مردم بسیار را گمراه می کنند. وقتی که صداها و آوازهای جنگها را می شنوید به واهمه نیفتید، چون این حادثه ها باید روی دهند، ولی این معنای فرارسیدن آخر زمان را ندارد. یک خلق با خلق دیگر و یک دولت با دولت دیگر می جنگد. در هر جا زمین جنبی ها می شود و گرسنگی می آید. همه این حادثه ها مانند دردهای اولین زاییدن می باشند. خودتان را احتیاط کنید، زیرا شما را به نزد قاضی برده در جماعت خانه ها همچین کاری می کنند و به خاطر مرا پیروی کردنتان شما در نزد حاکمان و پادشاهان ایستاده شهادت خواهید داد. پیش از همه خوشخبر باید به تمام خلقها اعلان کرده شود. وقتی شما را دستگیر کرده به جوابگری میکشند، غم نخورید که چطور باید بگویید. هر آنچه که آن وقت به دلتان انداخته می شود همان را بگویید، چون که آن وقت نه شما بلکه روح القدس یعنی روح خدا به واسطه شما سخن میراند. برادر برادر خود را و پدر فرزند خود را به قتل میرساند. فرزندان به پدر و مادر خود مقابل میبرایند و آنها را به دست مرگ میسپارند. به سبب مرا پیروی کردنتان همه شما را بد میبینند، ولی کسی که تا به آخر ایستادگی نماید نجات خواهد یافت. اما وقتی که خرابزار نفرت انگیز را در جایی میبینید که نباید باشد، به این دقت دهید. آن وقت اگر کسی در یهودیه باشد به کوهستان گریزد، اگر کسی در بالای بام باشد برای گرفتن چیز پایان نفراید و به خانه ندراید، اگر کسی در صحرا باشد برای گرفتن جامه هم بر نگردد. وای بر حال حامله داران و مادرانی که کودک شیرخور خواهند داشت. پس دعا کنید که این حادثه در وقت زمستان روی ندهد، زیرا در آن ایام چنان عذاب و دهشت روی می دهد که از روز آفرینش دنیا تا به این روز مانند آن هیچ روی نداده است و دیگر روی نخواهد داد. اما خداوند آن روزهای عذاب را کوتاه کرده است، چون که اگر کوتاه نمی کرد در روی زمین کسی زنده نمی ماند. ولی به خاطر انتخاب کردگانش
خداوند آن روزها را حتما کوتاه خواهد کرد. همان وقت اگر کسی به شما گوید که بینید مسیح در اینجاست و یا نگاه کنید او در آنجاست، باور نکنید. زیرا آدمان پیدا می شوند که خود را بر دروغ مسیح و پیغمبر می نامند. آنها معجزه و علامت نشان می دهند تا اگر امکان باشد انتخاب شدگان خدا را هم گمراه کنند. اینک با خبر باشید، من همش را به شما پیشکی گفتم. در همان روزها بعد از این مصیبت ها آفتاب تیره می گردد و ماه دیگر روشنی نمی دهد. ستاره ها از آسمان فرو می ریزند و همه چیز در آسمان به جنبش می آید. آن وقت مردم پسر آدمی زاد را می بینند که بالای ابرها با قدرت و جلال بزرگ می آید. او فرشته ها را می فرستد تا انتخاب شدگان خود را از 4 طرف دنیا و از تمام گوشه و کنار زمین و آسمان گرد آورند. از درخت انجیر عبرت گیرید. همین که شاخه هایش مغجه کرده برگ برآوردن را سر کنند، شما انیق می دانید که به قریبی تابستان می آید. عیناً همین طور هنگامی که به عمل آمدن این حادثه ها را می بینید، دانید که وقت نزدیک است، در پس در است. براستی به شما می گویم که هنوز آدمان این نسل از عالم نگذشته همه این حادثه ها به عمل می آید. زمین و آسمان نیست می شود، اما گفته های من تا ابد می ماند. لیکن کی فرا رسیدن آن روز یا آن ساعت را غیر از پدر کسی نمی داند، نه فرشته های آسمان نه پسر. پس هوشیار و با خبر باشید، زیرا نمی دانید که آن وقت کی فرا می رسد. این مانند آن است که مرد به سفر رفته خانه خود را به خدمتگاران می سپارد و به هر یک خدمتگار خود وظیفه مخصوص می دهد. و دروازه‌بان باشد می فرماید که پاسبانی کند. پس هوشیار باشید، چون نمی دانید که صاحب خانه کی بر می گردد، بگاهی یا نیمه شب، وقت جغزنی خروس یا بامدادان. مبادا او ناگهان برگشت شما را در خواب یابد. آنچه به شما می گویم به همه دخل دارد. هوشیار باشید. باب 14. تا عید نجات و عید فطیر 2 روز مانده بود. کاهنان کلان و استادان شریعت راهی را جستجو می‌کردند که عیسی را پنهانی دستگیر کرده به قتل رسانند. آنها می گفتند این کار را در روزهای عید نکنیم که مبادا مردم به شور آیند. عیسی در بیت عنیا در خانه شمعون نام مردی که پیشتر بیماری پوست داشت مهمان شد. در وقت طعام خوری زنی آمد و یک شیشه روغن اطرفشان قیمت‌بها را آورده شکست و به سر عیسی ریخت. بعضی ها از این کار زن به غضب آمده با یکدیگر گفتند چرا او این روغن قیمت را اسراف کرد؟ این روغن را به مبلغ زیاده از 300 دینار فروخته پولش را به کم بغلان تقسیم کردن ممکن بود و زن را سخت سرزنش می کردند. ولی عیسی گفت وی را آرام گذارید. چرا او را تنقید می کنید؟ وی برایم کاری نیک کرد. کم بغلان همیشه با شما هستند و هر وقتی که خواهید شما می توانید به آنها یاری دهید، ولی من همیشه با شما نیستم. این زن هر چی توانست کرد. او روغن را به بدنم ریخت تا آن را برای گوراندن تیار نماید.
به راستی به شما میگویم که در تمام جهان هر جا که خوشخبر اعلان گردد کار این زن نیز برای یادآوری وی گفته می شود. آنگاه یهودای اسخریوتی که یکی از 12 شاگردان عیسی بود به نزد کاهنان کلان رفت تا عیسی را به آنها تسلیم کند. آنها از شنیدن این شاد گشته به او پول وعده کردند. پس یهودا برای تسلیم کردن عیسی فرصت مناسب می جست. روز اولی عید فطیر که مردم بره عید نجات را قربانی می کردند، شاگردان از عیسی پرسیدند: در کجا می خواهی که ما رفته برایت دسترخوان عید نجات را تیار نماییم؟ عیسی 2 نفر شاگردش را فرستاده گفت: به شهر روید. در آنجا شما را مرد پیشواز می گیرد که کوزه آب می برد. از پس او بروید. به همان خانه که آن مرد می درآید شما هم درآیید و به صاحب خانه بگویید: استاد می پرسد که کجاست مهمان خانه او که در آن همراه شاگردانش خوراک عید نجات را خورده تواند. وی به شما بالاخانه کلان را نشان می دهد که الکی غنداشته به ترتیب آورده شده است و شما در همانجا برایمان دسترخوان تیار کنید. پس شاگردان به شهر رفتند و همه را همان طوری که عیسی گفته بود دریافتند و آنها خوراک عید نجات را تیار نمودند. بگاهی عیسی با 12 شاگردش آمد. وقتی که در گرد دسترخوان نشسته خوراک می خوردند، عیسی گفت: به راستی به شما می گویم یکی از شما که حالا با من خوراک خورده ایستاده است و من خیانت می کند. آنها غمگین شده پس همدیگر از او می پرسیدند: آیا این شخص من هستم؟ عیسی جواب داد: این کار را یکی از 12 نفری شما می کند که لقمه نانش را همراه من در یک طبق تر کرده ایستاده است. پسر آدمی زاد از روی آن چیزی که در نوشتجات درباره‌اش نوشته شده است می میرد. اما وای بر حال آن کسی که به پسر آدمی زاد خیانت می کند. بهتر می بود که هرگز به دنیا نمی آمد. هنگامی که آنها خوراک می خوردند، عیسی نان را گرفته به خدا شکر گفت. بعد آن را پاره کرده به آنها تقسیم نموده گفت: نان را بگیرید که این بدن من است. پس کاسه را گرفته شکرگزاری کرد و آن را به شاگردانش داد و همه آنها از آن نوشیدند. عیسی به آنها گفت: این خون من است و با آن خدا با خلقش عهد و پیمان می بندد. خون من به خاطر آدمان زیاد ریخته می شود. به راستی به شما می گویم من باز همراه شما در پادشاهی خدا شیره انگور نو خواهم نوشید، لیکن تا آن روز هرگز نمی نوشم. بعد آنها خدا را حمد و ثنا گفتند و به کوه زیتون روانه شدند. پس عیسی به شاگردان گفت: همه شما مرا ترک میکنید، چون که در نوشتجات آمده است: چوپان را میزنم و گوسفندان پراکنده میشوند. اما وقتی که زنده میشوم، پیش از آن که شما به ولایت جلیل بروید، من به آنجا میروم. پتروس گفت: دیگران تو را ترک کنند هم من این کار را نمی کنم. عیسی به وی گفت: به راستی به تو میگویم خودی امشب هنوز خروس 2 بار جغ نزده تو 3 بار مرا انکار میکنی. اما پتروس با قطعیت گفت: اگر با تو مردنم لازم آید هم هرگز تو را انکار نمی کنم. دیگران نیز چنین گفتند. آنها به جای رفتند که گتسمانی نام داشت و او به شاگردانش گفت: شما در اینجا باشید، من رفته دعا میکنم. او همراهش پتروس، یعقوب و یوحنا را برد. غم و اندوهش سخت شدت می‌یافت و او به آنها گفت: از شدت غم و غصه جانم به لب رسیده است. اینجا بمانید و بیدار باشید. این را گفته عیسی کمی دورتر رفت و خود را بر روی زمین پرتافته دعا کرد که اگر شود آن وقت عذاب به سرش نآید. سپس گفت:
ای ابا، ای پدر جانم، برایت همه چیز امکان پذیر است. این کاسه عذاب را از سر من دور کن. اما نخواستی من، بلکه خواستی تو اجرا شود. بعد برگشت دید که شاگردانش خوابیدند. او از پتروس پرسید: شمعون، تو خوابیده ای؟ مگر 1 ساعت بیدار ایستاده نمی توانستی؟ بیدار باشید و دعا کنید تا که به وسوسه نیفتید، چون که روح تیار اما جسم ناتوان است. پس باز رفته با همان سخنان پیشترش دعا کرد. بعد برگشت آنها را باز در خواب دید، چون که آنها حتی چشمانشان را گشاده نمی توانستند و نمی دانستند که به عیسی چی جواب دهند. وی بار سوم برگشته به آنها گفت: شما هنوز خواب رفته استراحت میکنید؟ بس اکنون وقت و ساعت آن هم رسید که پسر آدمی زاد به دست گناهگاران تسلیم کرده شود. برخیزید، می رویم. نگاه کنید، آن کسی که به من خیانت می کند نزدیک آمد. یک باره هنوز او سخنش را تمام نکرده، یهودا، یکی از 12 شاگردانش، همراه یک توده آدمانی که کلتک و شمشیر در دست داشتند، از جانب کاهنان کلان، استادان شریعت و پیران قوم رسیده آمد. خیانتکار با آنها پیشکی چنین شرط کرده بود: کسی را که بوسیدم همان شخص است که باید دستگیر کنید و تحت نظارت گرفته برید. یهودا راست پیش عیسی آمد و استاد گفته او را بوسید. پس آنها عیسی را دستگیر کرده محکم داشتند. همان زمان یک نفر از حاضران شمشیرش را از غلاف کشیده به غلام سرکاهن حمله آورد و گوشش را بریده پرتافت. آنگاه عیسی با آنها گفت: مگر شما مرا راهزن فکر میکنید که برای دستگیر کردنم با کلتک و شمشیرها آمده اید؟ من هر روز با شما در معبد خدا بودم و تعلیم می دادم، اما شما مرا دستگیر نمی کردید. ولی بگذار گفته های نوشتجات به عمل آیند. همان وقت همه شاگردانش او را تنها مانده گریختند. یک جوان از پس عیسی رفت که در تنش هیچ چیز نداشت و فقط با متاع کتانی خود را پیچانده بود. سربازان او را دستگیر کردند، اما او خلاص خورده تنی برهنه گریخت، چون که متاع کتانی در دست آنها ماند. عیسی را به خانه سرکاهن بردند. همه کاهنان کلان، پیران قوم و استادان شریعت در آنجا جمع شدند. پتروس از پی عیسی در مسافه کمی دورتر می آمد و به حولی سرکاهن در آمده با پاسبانان نشست تا که در نزد آتش گرم شود. کاهنان کلان و همه اعضایان دیگری شورای پیران با نیت به قتل رساندن عیسی کوشش کردند که بر ضد او یگان دلیل پیدا کنند، لیکن هیچ دلیل یافته نمی توانستند. بسیاری ها بر ضد عیسی شهادتی بر دروغ دادند، اما گفته هایشان به هم موافق نمی آمد. بعضی ها از جا برخسته به عیسی چنین تهمت ها کردند: ما شنیدیم که او می گفت من این معبد خدا را که با دست انسان ساخته شده است ویران می کنم و بعد از 3 روز دیگری را می سازم که با دست انسان ساخته نشده است. ولی این شهادت های آنها نیز به یکدیگر موافق نبود. آن وقت سرکاهن در حضور همه برخسته از عیسی پرسید: به این دلیلی که تو را عیبدار می کنند یگان گپی گفتنی داری؟ اما عیسی خاموش ایستاده هیچ جوابی نداد. سرکاهن باز پرسید: مگر تو مسیح و پسر خدای هستی که به او حمد و ثنا می‌خوانیم؟ عیسی گفت: هستم، و روز پسر آدمیزاد را خواهید دید که از دست راست خدای پرقدرت نشسته با ابرهای آسمان می آید. آنگاه سرکاهن لباس تنش را درانده گفت: دیگر به ما هیچ شاهد لازم نیست. شما خودتان سخن کفر او را شنیدید. به چی قرار می آید؟ پس همه آنها
او را عیبدار کرده به مرگ محکوم نمودند. بعد بعضی ها به عیسی توف می کردند. آنها چشمان او را بسته بر رویش تارسکی زده می گفتند اگر پیغمبر باشی بگوی که تو را کی زد؟ و سربازان هم او را برده زدند. پتروس حالا هم در حولی نزد آتش نشسته خود را گرم می کرد. همین وقت یکی از کنیزکان سرکاهین او را دید و به او با دقت نگاه کرده گفت تو نیز همراه عیسی ناصری بودی. پتروس این را انکار کرده گفت نمیدانم و نمیفهمم که چی میگویی. او به نزد دروازه رفت و همان زمان خروس جیغ زد. کنیزک پتروس را بار دیگر دید و به آدمان در آنجا ایستاده گفت این مرد هم یکی از شریکان عیسی است. پتروس این را باز انکار کرد. کمی دیرتر آدمانی در آنجا ایستاده به پتروس گفتند انیق تو شریک آنهایی چون که جلیلی هستی. پتروس باشد قسم خورده گفت خدا زند که این آدمی را که درباره‌اش میگوید نمیشناسم. همان لحظه خروس بار دوم جیغ زد و سخن عیسی به خاطر پتروس آمد. او گفته بود که هنوز خروس 2 بار جیغ نزده و 3 بار شناختن عیسی را انکار میکند. آنگاه پتروس خود را داشته نتوانسته به گریه در آمد. باب 15. سحری بر وقت کاهنان کلان، پیران قوم با استادان شریعت و تمام اعضایان شورای پیران در مجلس به یک قرار آمدند. آنها دست عیسی را بسته از حولی قیافا برآوردند و به دست حاکم پیلاتوس سپاریدند. پیلاتوس از عیسی پرسید مگر تو شاه یهودیان هستی؟ عیسی جواب داد تو همین طور میگویی. کاهنان کلان عیسی را از بسیار جهت عیبدار میکردند. پیلاتوس از او پرسید چرا جواب نمیدهی؟ ببین تو را چقدر عیبدار میکنند. ولی عیسی باز هم چیزی نگفت و پیلاتوس در حیرت ماند. از روی عادت حاکم پیلاتوس هر عید نجات 1 نفر محبوسی را که مردم طلب میکرد آزاد مینمود. در آن وقت برابا نام مردی که با شریکانش در شهر شورش برداشته آدم کشته بود در زندان می نشست. مردم پیش پیلاتوس رفتند و از او خواهش کردند که مثل هر ساله 1 نفر محبوس را آزاد کند. پیلاتوس پرسید می خواهید که برایتان شاه یهودیان را آزاد کنم؟ زیرا می فهمید که کاهنان کلان عیسی را از روی حسد به دست او سپاریده بودند. ولی کاهنان کلان مردم را به آشوب آوردند تا به عوض عیسی آزاد کردن برابا را طلب کنند. پیلاتوس باز از آنها پرسید پس با آن کسی که شما او را شاه یهودیان می نامید چیکار کنم؟ آنها فریاد زدند به صلیب میخکوب کنید. پیلاتوس گفت چرا؟ آخر او چی بدیه کرده است؟ لیکن آنها باز بلندتر فریاد زدند او را میخکوب کنید. پیلاتوس که میخواست مردم را راضی نگاه دارد برایشان برابا را آزاد کرد و عیسی را به دست سربازان سپارید تا که او را قمچینکاری نموده به صلیب میخکوب کنند. سربازان عیسی را به صحن دربار حاکم برده عسکران زیاد را جمع کردند. بعد به عیسی جامه بنفش رنگ پوشاندند و از نوده‌های خار تاج بافته به سرش گذاشتند. با او تعظیم کرده فریاد می زدند زنده باد شاه یهودیان. آنها با چوب به سرش می زدند. با او توف می کردند و در نزدش به زانو ایستاده با او سجده می نمودند. وقتی که آنها مسخره کردن او را بس کردند جامه بنفش رنگ را از تنش کشیده لباس خودش را پوشاندند
و برای به صلیب محکوب کردن او را از آنجا بیرون بردند. در راه آنها با یک راهگذری از شهر قیروان واخوردند که از صحرا برمیگشت. آن مرد شمعون نام داشت و پدری اسکندر و رفوس بود. سربازان او را مجبور کردند که چوب صلیب عیسی را برداشته برد. بعد عیسی را به جای آوردند که جلجاتا، یعنی جای کاسه‌خانه سر نام داشت. سربازان به او می با داروی مر آمیخته را دادند، ولی او آن را ننوشید. آنگاه عیسی را به صلیب محکوب کردند و برای تقسیم کردن لباس او قرعه پرداختند تا هر کس هر قسم لباس او را بگیرد. ساعت 9 سحر بود که او را به صلیب محکوب کردند. در لوحه عیبنامه بر ضد عیسی نوشتند: شاه یهودیان. همراه عیسی باز دو راهزن را از طرف چپ و راستش به صلیب‌های دیگر محکوب کردند. راهگذران عیسی را دشنام داده سر جنبانده می گفتند: تو که معبد خدا را ویران کرده، در 3 روز از نو می ساختی، خودت را نجات داده از صلیب فرود آی. کاهنان کلان و استادان شریعت نیز عیسی را مسخره کنان به یکدیگر می گفتند: دیگران را نجات می داد و خودش را نجات داده نمی تواند. بگذار مسیح خدا که شاه اسرائیل است اکنون از صلیب پایان فراید تا ما این را دیده ایمان آوریم. حتی آنهایی که همراهش محکوب شده بودند او را دشنام می دادند. نصف روزی تمام روی زمین را تاریکی فرا گرفت و تا ساعت 3 دوام یافت. در ساعت 3 عیسی با آوازی بلند داد زده گفت: الهی الهی لما سبقتنی، یعنی خدایا خدای من چرا مرا ترک کردی؟ بعضی از حاضران این را شنیده گفتند که او الیاس پیغمبر را صدا می کند. سپس یک نفر دویده لطه را به سرکه تر نمود و با نوک چوب دراز کرده آن را به عیسی نوشاندنی شد و گفت: ایستید بینیم که آیا الیاس آمده او را از صلیب گرفته پایان می فرارد. بعد عیسی ناله بلندی کرده جان داد. خودی همین وقت پرده‌ای که جای مقدسترین معبد خدا را جدا می کرد از بالا تا پایانش دریده 2 پاره شد. وقتی یک سردار لشکر که در روبروی صلیب ایستاده بود دید که عیسی چطور فریاد زده جان داد، گفت: در حقیقت این مرد پسر خدا بود. چند زن هم آنجا بودند که از دور این حادثه را می دیدند. در بین آنها مریم مجدلیه، سلومیت و مریم که مادر یعقوب خردسال و یوسی بود نیز حضور داشتند. آنها در جلیل به عیسی همراه شده به او خدمت می کردند. بسیار زنان دیگر نیز که همراه او به اورشلیم آمدند در آنجا بودند. شام شد و مردم برای روز شنبه تیاری می دیدند. یوسف نام شخص از شهر راما که اعضای آبرومند شورای پیران بود و فرارسیدن پادشاهی خدا را انتظاری می کشید، با جرأت پیش پیلاطس رفت و جسد عیسی را طلب کرد. پیلاطس حیران شد که عیسی به این زودی مرده است. بنابراین سردار لشکر را دعوت کرده از او پرسید که آیا عیسی الکی مرده است؟ وقتی که آن سردار لشکر تصدیق کرد، پیلاطس جسد عیسی را به یوسف سپارید. یوسف متاع صوف خرید و جسد را از صلیب پایان فراورده کفن پیچ کرد و به درون قبری که در غار ساخته شده بود گذاشت. بعد سنگ کلانی را به درآمد قبر غیلانده آن را محکم کرد. مریم مجدلیه و مریم مادر یوسی دیدند که جسد به کجا گذاشته شد. باب 16.
بگاهی روز شنبه، وقتی که روز استراحت به انجام رسید، مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و سلومیت رفته عطرهای خوشبوی خریدند تا که به بدن عیسی بمالند. و سحری بر وقت روز یکشنبه بعد از برآمدن آفتاب به سوی قبر روانه شدند. در راه به یکدیگر می گفتند: کی سنگ را از درآمد قبر برای ما می غیلاند؟ وقتی که نزد قبر رسیدند، دیدند که آن سنگ بی نهایت کلان قبر یک سو غیلانده شده است. پس به درون قبر در آمده دیدند که یک جوان با لباس سفید در طرف راست نشسته است. زنان به حیرت افتادند، ولی جوان با آنها گفت: حیران نشوید، شما عیسی ناصری به صلیب محکوب شده را می جویید. وی زنده شد و در اینجا نیست. به جایی که جسدش را گذاشته بودند نگاه کنید. حالا رفته به شاگردانش و به پتروس بگوید که عیسی پیشاپیش آنها به جلیل می رود. آنها او را در آنجا خواهند دید، چنانه که او به آنها گفته بود. زنها ترسان و لرزان بیرون برآمده از نزد قبر گریختند و به کسی چیزی نگفتند، چون که در هراس بودند. عیسی صبح روز یکشنبه زنده شد و اول به مریم مجدلیه که از وجود او 7 جن را بیرون کرده بود خود را عیان کرد. مریم نزد شاگردان گریان و ماتم زده رفته این خبر را گفت، ولی آنها سخنان او را شنیده باور نکردند که عیسی زنده است و مریم او را دیده است. بعد عیسی خود را در صورت دیگر به 2 شاگردش که به دیه می رفتند ظاهر کرد. آنها برگشته این را به دیگران نقل نمودند، اما هیچ کس به سخنان آنها باور نکرد. در آخر عیسی با آن 11 شاگردش در وقت خوراک خوردنشان ظاهر شد و او آنها را به سبب بی ایمانی و کندفهمی سرزنش کرد، زیرا به سخنان کسانی که او را بعد از مرگ زنده دیده بودند باور نکردند. بعد به آنها گفت: به تمام دنیا رفته خوشخبر را به همه اعلان کنید. هر کی ایمان آورد و تعمید گیرد نجات می یابد، ولی هر کی ایمان نآورد حکم کرده می شود. کسانی که ایمان می آورند چنین علامت ها را خواهند داشت: آنها با نام من جنها را می رانند و با زبانهای نو سخن می گویند. آنها مارها را با دست می گیرند و اگر زهر خورند ضرر نمی بینند. دست بر بیماران می گذارند و آنها شفا می یابند. وقتی که صحبت خداوند عیسی با آنها تمام شد، وی به سوی آسمان برده شد و از دست راست خدا نشست. شاگردان رفته خوشخبر را در همه جا اعلان می کردند. خداوند هم مددگار آنها بود و با معجزه هایی که آنها نشان می دادند گفته هایشان را تصدیق می کرد. آمین.